حالا توفیق کردین یک جهان تشکر. این یک لحظه بود که در یکی از سفر ما در خانه پدر و مادر و برادرم آمدیم. حیات همین زندگی همین تقدیر و نصیب چیکار کنیم؟ ما چگیم برادر من نه منصب گفتن از من، نه وظیفه گفتن، نه یگان چی. همچون دیگخان بودن، مکانیزاتور، یک عمر در این خارجگی کار کردند تا ساعتی آخران سالها دیگخانی میکردند. رابری خارجگی دیگخانی بودن، قریب 1000 نفر کارمند داشتند. صاحب مردم، صاحب نام بود، زندگی بود، همه کارا را میکردند. بسیار خاکسار بودند، مرد خاکسار بودند. بعد بسیار دستی سخا داشتند، کمک میکردند. کودکی ما در همین جا گذشته است. ما در تگ یک کورپا کلان شدیم. من یاد ندارم چی در خردی یا چی در کلانسالی، اگر یاد ندارم که حتی ما حتی یک مراتبه با یکدیگر اگر سخنی سخت هم گفته باشیم. همچون دوست بودیم، رفیق بودیم. در بسیار حالتها اون کس برای تربیت کردن من کمک کرده است. معاش نمیپرسید، من نمیدونم از برای چی نمیدونم. بین یک اگر برادر باشد کار میکردن، مکانیزاتور بودن، معاشی بد نمیگرفتن، شب روز کارده بودن، استراحت هم نداشت. معاشی بد هم نمیگرفتن، معاش رو نمیپرسیدن، معاش رو من میگرفتم. تمام خراجات آیله را من میکردم، نمیپرسیدم کجا کردی، کجا نکردی، چند قدر من گرفتم. نبود. بسیار اکا و دادری خوب داشتیم. در تربیه من مثل مادرم بسیار وای داشت. آموزشگاه کسبی تکنیکی رقمی 19 نایه سابق کلخوزآباد از یک محله از درآمدی کلخوزی کمونیسم بی پیشتره چپایف را تمام کرده آمدم با خارجگی. بعد می دیدم حال احوالش، می دیدم مکانیزاتور بودن، بسیار عذاب میکشیدن. دست و پنجهش می دیدم، سر لباسش می دیدم. شب و روز اول تراکتورهای شیرکار کننده داشتن، کار میکردن. چندین مراتبه به من هدایت کرد که برادر دیدی احوال من را دیدی، تو خان من کاروبار خانه را من میکنم، پدر و مادر را من نگاه میکنم، تو خان در دوره رابریم هر کجایی میرفتم میپرسیدن. من همین کار را میکنم، من اینجا میروم. چندی بار تاکید کردم که سلامتی را نگاه داشتن در کار، فرزندها کار کنن، استراحت کن، طبابت بیکار ایسی هم میگه نمیفارد. خیلی چی میکنی؟ کار میکردن، باغ کردن، تمامی در نایه پرنده پروری هم برآمدن. تا حال در یک سال تا 400 500 تونه گوشت پرنده 3 سال میکردن. چارواداری هم کردن، باغ پروری هم کردن، پخته کاری هم داشتن. همه ساحات ذوق و هوس داشتن در زندگی. از جایش جناب کنند که ما سلامتیشون نگاه داشته نتوانستیم. طرز کار کنیم که بعد سری خود یک نامی نیک مانیم به نسل‌های آینده، به فرزندان خود، به نبیرگان خود، ابیرگان خود. نمیجا همه فعالای ولایت، ناحیه، جوانان هستین، زحمت کشیم وطن ما آباد کنیم. خانه خانه مای شما، وطن وطن مای شما، دولت از آن مای شما. کسی دیگر آمده برای مای شما این خانه را آباد نمی کند. با امید هیچ کسی دیگر شدن در کار نیست. ما زحمت میکشیم، مشکلی های زیاد داریم، میدانم این چی داره، میفهمیم. یکی انشاءالله که این مشکلی هم آیسته آیسته پس سر میشه. زحمت کشیم، حیات همیشه میگذارد، تیز میگذارد، مثل آبی دریا. لیکن یک نشانه این نگذاشتن، این بسیار بسیار انسانی کامل از زمین. اولا که فرزندی سال تربیت کرده به کمال رسانیم، دیگرش که یک نامینی، یک نشانه نیک، یک کاری خیر ثواب در یک جا راه سازیم، از دست ما بیاید. خب آب بیاریم، یک مکتب سازیم، هیچ نباشد سر یک یتیمی را سیله کنیم یا که معیوبی را دستش گیریم
یک محتاج را کمک کنیم. همین است زندگی و است. دوستان عزیز، پیش از ویدیو رو سر کردن با شما یک کانال رو توصیه می‌کنم که با نام بوستانی سعدی است. من سیلکش حتما در تگ این ویدیو میمونم. در اومده ابونه شوید، بهترین کانال است. در اومده ابونه شوید و بعدا ویدیو رو با حضور تماشا کنید. نام کانال بوستانی سعدی میباشد. سیلکش در تگ این ویدیو است. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش. بیا برداشت سرایی سراسر باغ و بستانت گلوچ برگ برگری کدومت سرده میارن بیا و بیشکن ارمان لحظه در خاک خطمانت بیا پیشوایم بیا پیشوایم بیا پیشوایم بر دیاری گل برامانت بدخشان و زرفشان سوق و هوا دیرش تاند بود درمانگر و هستی ملت خاصی فرهنگش علاوت بر کمه از دل بانی گلستانت بیای پیشوایم بیای پیشوایم بیای پیشوایم بر دیاری گل مدامانت بیا بردشت و سرایی خوش آمدید پیشوای معظمی ملت. خوش آمدید پیشوای معظمی ملت.
پیشوای محترم، عالی نظر نیکو قدم، بر مکانی علم و فرهنگ خوشگوهر خوش آمده. می شود احیا هنرهایی که مال تاجیک است. ای تمنای خلایق بشر خوش آمده. ساکنان ناحیه دنغره به سرور دولت محترم امام علی رحمان عکس خاطروی را تقدیم کردند. حالا توفه کردین یک جان تشکر. این یک لحظه بود که در یکی از سفر ما در حوله خانه پدر و مادر و برادرم بودیم. حیات همین زندگی همین تقدیر و نصیب چیکار کنیم؟ ما چگیم برادر من نه منصب گفتن از من، نه وظیفه گفتن، نه یگان چی. همچون دیخوان بودن، مکانیزاتور یک عمر در این خارجگی کار کردند تا ساعتی آخران سالها دیخوانی میکردند. برابر خارجگی دیخوانی بودن، قریب 1000 نفر کارمند داشتند. صاحب مردم، صاحب نام بود، زندگی بود. همه کارا را میکردند. بسیار خاکسار بودند، مرد خاکسار بودند. بعد بسیار دستی سخا داشتند، کمک میکردند. کودکی ما در همین جا گذشته است. ما در تگ یک کورپا کلان شدیم. من یاد ندارم چی در خوردی یا چی در کلانسالی، اگر یاد ندارم که حتی ما حتی یک مراتبه هم با یکدیگر اگر سخنی سخت هم گفته باشیم. مشکلی های زیاد داریم، میدانم این چی داره، میفهمیم. لیکن انشاءالله که این مشکلی هم آهسته آهسته پس سر میشه. زحمت کشیم. حیات همیشه میگذرد، تیز میگذرد، مثل آب دریا. لیکن یک نشانه این نگذاشتن، این بسیار بسیار انسانی کامل از زمین. اولا که فرزندی سال تربیت کرده به کمال رسانیم. هیچ نباشد سر یک یتیمی را سیله کنیم یا که معیوبی را دستش گیریم، یک محتاجی را کمک کنیم. همین است زندگی و است. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.